آخه کدوم آدم عاقلی از عشقش که این هم دوستش داره دور میمونه؟ تو عقلمو ازم گرفتی سفدا، قلبمو گرفتی. هر کاری که لازم باشه به خاطر تو انجام میدم سفدا. تو تمام قسمامو شکوندی، باعث شدی قولایی که به خودم داده بودم و فراموش کنم. توبه کرده بودم دیگه عاشق نشم، ولی شدم. من لباس عروسو گذاشتم تو کمد. کارمون تموم شد. آره من اینا رو بذارم تو ماشین. به خاطر هیچی خودتو ناراحت نکن، همه چی درست میشه. فقط به من اعتماد کن. خوب شد تموم شد، از خستگی مردم. خب این چه تمیز کردنیه که این همه طول کشید؟ چیز حمیت خانم، به خاطر من دیر کردیم حمیت خانم، کارم تو شرکت طول کشید. دخترام که چاره‌ای نداشتن منتظر من بودن دیگه، که من برم دنبالشون. منم دیر کردم. پس اینطور قرار بود بهتون زنگ بزنیم ولی گوشیامون پیشمون نبود. گوشی این مازم پیشش نبود. من دیگه میرم پیش بچه. دختر جون یه دقیقه وایستا، 2 کلمه باهات حرف دارم. بیا بشین اینجا. اینم اون تو دستم، کجا بذارم اینو؟ ببریم بذاریم اونجا. خب روزت چطور گذشت؟ سرگرم کار بودم حمیت خانم. مطمئنی؟ بله. یعنی علی عمر رو اصلا ندیدی ها؟ نه اصلا ندیدمش. اگه زنگم زده باشه که خبر ندارم. نگران شدی مگه نه؟ زنگ نزد والا. تعجب میکنی که زنگ نزده؟ فقط مامان جونت زنگ زد. تو بهش پشت کردی، فرار کردی، رفتی، اما اون بیچاره باز بهت زنگ زد. خب هرچی باشه هیچ یاری مثل مادر نمیشه. حمیت خانم من دیگه میرم تو اتاقم. الو مامان. از این به بعد هر روز یه مشت از اینا میخوری. برای اینکه مغز بچه‌مون رشد کنه خیلی خوبه. تو از کجا میدونی؟ همه جای خونه از این مجله ها هست. خب میخونم خوشگلم. یعنی به میل خودت نمیخونی، زورکی میخونی ها؟ مگه میشه عزیزم؟ من نگران اینم که بچه چجوری بزرگ میشه. خب اولین بچه‌مه دیگه. بعضی وقتا میترسم که بابای خوبی میشم یا نه. تو بهترین بابایی میشی که دیدی. کسی که اینقدر خانواده‌اش رو دوست داره و ازشون حمایت میکنه مگه میشه بابایی بدی باشه؟ اتفاقی واسه بچه نیفته. مادر که خوشحال باشه بچه‌ش هم خوشحال میشه. تا رسیدم خونه شروع کرد به سوال جواب کردن. منم گفتم اصلا علی عمر رو ندیدم. تو هم حواست باشه ها. نگران نباش، منم الان اومدم. دم درم میام تو. باشه. میگم سفتا الان پنیه ولی تو جدی میخوای بشی خانم این خونه. ای بابا به چه چیزایی فکر میکنی یا الیف؟
چیه مگه؟ دروغ میگم؟ نمیدونی قلبم چجوری میزنه. از ترس آخر عاقبت این کار اصلا یه لحظه هم آروم نمیشم. ولش کن بابا. به هر حال نمیتونیم سرنوشت رو تغییر بدیم. چطوری ول کنم الیف؟ فقط صحبت من نیست که، پسرم هم هست. گناه پسرم چیه؟ همه چی با یه دروغ شروع شد. الان پشت بندش هی دروغ سر هم میکنم. دست و پام بسته شد و حرفی واسه گفتن پیدا نکردم. اون وقت چی کار کنم؟ خیلی خوب، ولی وقتی تو اینجوری غمگین میشی این بچه بیچارم ناراحت میشه. اصلا نمیفهمم از چی میترسی. ببین علی عمر دیوانه وار دوستت داره. فردا نپس فردا هم بیای بگی این بچه مال منه، بازم ازت دست نمیکشه. ایشالله که اینطور باشه. بمیرم هم نمیتونم از پسرم جداشم. از خودم، از علی عمر میگذرم ولی از پسرم نمیگذرم. اوف سودا، باز دوباره حرفای ناامید کننده رو شروع کردی ها. دیگه حرف مردن نزن. ترساتو بذار کنار، از عشقت لذت ببر. تازه مگه ما حق عاشق شدن نداریم؟ من که معلومه کیو دوست دارم. تو کیو دوست داری الیف خانوم؟ من؟ هیچکی رو نمیخوام. حرفش پیش اومد خواستم یه حرفی زده باشم، همین. آره تو گفتی و منم باور کردم. بگو ببینم تمام روز با ایلماس چی کار میکردین؟ نظافت. میخواستیم چی کار کنیم؟ لعنت بر شیطون. خوش اومدین آقا. خیلی ممنون پینار. عزیز دلم اومدی؟ خوش اومدی پسرم. خیلی ممنونم عمه جون. چطوری؟ خوبم عزیزم، خوبم، خیلی خوبم. خوبه. کجا داری میری؟ تو رو خدا وایستا دو کلمه حرف بزنیم. تو حواست به غذا هست؟ خیر عمه؟ بازم چیزی شده؟ نه پسرم چیزی نشده، اما اینو تو باید بگی. دیروز اومدی اینجا اخم و تخم که فردا عقد میکنیم. خب اما امروز 1000 ماشاءالله زنگم نزدی. عقد فعلا مونده عمه. واسه چی؟ هنوز قضیه طلاقش از اون آدم تموم نشده. آره، پس اونا حالا کار دارن دیگه. اما چرا دروغ بگم، اصلا ناراحت نشدم. شاید یکم عقلت سر جاش بیاد پسرم. عمه جون من که نگفتم منصرف شدم، فقط الان ازدواج نمی کنیم. اگه به من باشه من میخوام همین الان ازدواج کنیم، ولی سودا نمیخواد. من مجبور شدم این موضوع رو بذارم کنار. لطفا تو هم دیگه منو تحت فشار نذار. انگار دختر واقعا دختر عاقلیه. تو اصلا به این فکر نمی کنی که این کار شدنیه، اما اون فکر میکنه. شوخی کردم پسرم والا. خیلی خوب دیگه، پاشو بریم سر میز، منتظرمونن. پاشو غذا رو بیارین. عزیزم بیرون خیلی سرده، به نظرم از اتاق نریم بیرون. خب نریم. وای 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 چه بوهای خوب. تازه این دفعه تونستم ماکارونی درست کنم. اول گوشت سرخ کردم، بعد ماکارونی آبکش کردم و بعدشم رفتم از فروشگاه دسر و شراب خریدم. چه فکر خوبی کردی، ولی من که واسط پول نذاشته بودم. خودم داشتم. از کجا داشتی؟ تو کیف پولم پول بود دیگه. کارتای اعتباریم هم هست. منور. دیگه نمیخوام از اون کارتای اعتباری استفاده کنی. اگه تو جیبمون پول داشتیم خرج میکنیم، اگه نداشتیم خرج نمیکنیم. باشه. حالا خوب شده؟ خوشمزه شده.
نوش جان. آشش خیلی خوشمزه شده بود، درست همونطور که تو دوست داری بود. همینطوره. مهمت هم اینطوری خیلی دوست داشت. الیف، دختر جون به سفدا بگو نوامو بیاره. باشه همین الان میگم. وای که چقدر دلم واسش تنگ شده. تو انجمن داشتم تعریفشو میکردم، دلم یهو هوا شکن. منم دلم براش تنگ شده. همین صبح بوسش کردم، بغلش کردم، بوش کردم، ولی نوه خیلی شیرینیه. آره داداش، از قدیم همینو میگن. پسر کوچولوی من اومد. گل سرسبد خونم، قربونت برم الهی. فردا با هم دیگه بریم کارخونه؟ باش. من برم اتاقم. کجا میری دخترم؟ بیا یکم بشین اینجا. تموم روز تو اون اتاق تک و تنهایی. بشین یه چای برات بیارم. همیت بده منم یکم بغلش کنم. بگیر بابا بزرگه. خوشگل من، عسل بابا بزرگ. قربونت برم پسرم. بذار ببینم دستاتو. چه قشنگه. میخوایی با هم بازی کنیم؟ هپ 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 هپ. هشت هپ هپ. چیه رشید خان؟ انگار کشتیات غرق شده. هزینه‌های عروسی رو حساب میکنم سلطان خانم. گفتم سنگینیش نیافته رو شونه پسره، اما نمیتونم از پسش بر بیام. حالا چقدر خرج شده؟ خب باید خرید عروسی و کادوی عروس و سرویسش و اینا رو ول کن. هنوز از پس قرض و قوله ها بر نیومده. اگه علی عمر اینجا رو بفروشه اون وقت بیچاره میشیم. با 1 قرون دوزار شکممون رو سیر کنیم یا قرض و قوله هامون رو بدیم. خودتو ناراحت نکن، یه راهی پیدا میکنی. میگم اینا رو بفروشیم، ولی با اینا که نمیتونیم قرضا رو بدیم. بیشتر از ایناست. میگم از علی عمر قرض بگیریم ولی به گوش حمیت بیرسه. بعدم منور میشنوه و ناراحت میشه. والا موندم این وسط چیکار کنم. تو نگران نباش، من خودم حلش میکنم. اسلجش منو نشوند اونجا. چرا؟ چون بی‌حوصله بودم. علی عمرم هیچی نگفت. بهتر، دیگه شکی تو دلش نمیمونه. علی عمره. خوابیدی؟ چطوری بخوابم؟ قلبم آروم نمیگیره که. حمیت خانمو دیدی؟ به نظرم خوب از پسش بر اومدی. آره همینطوره. به خاطر من خودتو تو چه درد سرایی میندازی؟ شکایتی ندارم، گرچه خیلی سخته که وقتی به هم نزدیکیم تو صورتم نگاه نکنی، ولی همین که ازم فرار نمی کنی کافیه. باشه، تو برو، منم دارم میام. آقا مگه صبونه نمیخورین؟ عجله دارم خاله. باشه، خدا به همراهتون. خاله بچه ها چطورن؟ همه چی رو به راهه؟ شکر خوبن. من نخواستم مزاحمشون بشم. چیزی احتیاج نداره؟ نه، خودشون با مشکلاتشون کنار میان. الان به غرور ایگیت بر میخوره، ولی نمیخوام سختی بکشن. اگه به چیزی احتیاج داشتن به هم بگو. باشه؟ تو کاری که میخواستی بکنی رو کردی. میخواستی چی کار کنی؟ خدا ازت راضی باشه. خیلی خوب. خدا به همراهت باشه. خیر ایشالله.
علی عمر خان، معذرت میخوام راتون رو بستم، ولی چند روزه که دارم سعی ملاقاتتون کنم. من بانو چکتان هستم. خیلی خوشبختم. کارتمو داده بودم به خدمتکارتون. میتونم یکم وقتتون رو بگیرم؟ در مورد موضوع میخوام صحبت کنم. من یه کار ضروری دارم. لطفاً. خیلی وقتتون رو نمیگیرم. خیلی خوب، بفرمایین تو بس. خیلی ممنون. آه پسر کوچولوی من، خیره. ببینم کجا دارین میرین؟ حمیت خانم، هوا امروز خیلی خوبه. گفتم بچه رو ببرم پارک. خیلی وقته که نرفته تو هوای آزاد. فکر خوبی کردی. حالا که قصدت گردوندن بچه است، اول اون گوشی تو بده به من. بفرمایید. ببین منو، از این اطراف دور نشو. خب چشم. برو پسر خوشگل من، برو گردش، برو مامان بزرگ قربونت بره. آی فکر کردم نتونستی بیای. تا از نگهبان اجازه بگیرم طول کشید، ولی بازم گوشیمو ازم گرفت. ولش کن بابا، گوشی من پیشمه. تا مچمونو نگرفتن بریم. فکرای خیلی خوبی توی ذهنم هست. به محض اینکه موافقت کنین یه پروژه تمام عیار آماده میکنیم. هتل با این سبک توی این منطقه خیلی پرطرف داره. بیشتر از سود تجاریش به این کار علاقه‌مندم. میفهمم. پیشنهاد خوبی دارید، ولی در حال حاضر به چنین سرمایه گذاری فکر نمی کنم. فوراً مخالفت نکنین لطفاً. یکم دیگه فکر کنین. من امشب برمیگردم استانبول. طرح چند تا از ایده هامو براتون میفرستم، شما ببینین. توی روزای آینده که اومدم در موردش حرف میزنیم. نظرتون چیه؟ خاله؟ پسر زهر ترک شدم، خدا نکشدت. خیره خاله، چی کار میکردی؟ هیچ. چیه؟ نکنه با علی عمر کار داری؟ نه، با علی عمر خان کار ندارم. میخواستم با شما حرف بزنم. خیره. راستش دیروز با دخترها حرف میزدیم، گفتیم واسه تو منور خانم کادوی عروسی بگیریم، ولی نمیدونیم چی لازم دارن. ای بابا، وضعیت شما معلومه، برای چی زحمت میکشی؟ نمیخواد. عیبی نداره خاله، ما حال اونا رو میفهمیم، ولی راستش نمیدونیم چی بگیریم. چیزی بخریم یا پول بدیم؟ کم و کسریشون چیه؟ چی لازم دارن؟ والا نمیدونیم چی بگیریم که به دردشون بخوره. عجبا. بیا بریم یه قهوه با هم حرف بزنیم.
بگیر داداشم. براش مشتری خوبی پیدا میکنم. ممنونتم. مرسی. باشه صبر کن الان میاد. سودا؟ هیچ معلومه کجایی؟ داشتم از خونه میزدم بیرون که یه خانومی اومد. از خونه خیلی خوشش اومده. میخواد اونجا رو هتل کنه. مجبور شدم با اون صحبت کنم. خیلی خوب، ولی وقتشه که دیگه بریم خونه. نمیشه. به این آسونی ولت نمی کنم. ولی الیف، میشه تو بچه رو ببری خونه؟ بهم یه چیزی بگو که نگران نشه. باشه من یه چیزی پیدا میکنم بهش میگم. شما خوش بگذرونین. کجا میخوایم بریم؟ هر جا که دلمون بخواد میریم. بفرما. میبینی جمیله خانوم، تو این خونه ما داریم از همه بیشتر کار میکنیم و از همه هم به درد نخورتر و بدبختریم. مردم خودشونو کشوندن بالا و به یه جایی رسوندن، ما هم اینجا خودمونو داریم میکشیم. مردم عقل دارن دختر، عقل. مثلا الیف خانم قرار بود بیاد تو آشپزخونه کمک حالمون بشه، حالا چی شد؟ خانم کجاست؟ تو هم باور کردی؟ دختره از اون زرنگاست، از کنار سودا جم نمیخوره. تا سودا بچه رو برداشت ببره پارک زود رو افتاد جلوتر از اون رفت که یه وقت جا نمونه. خسته نباشین خانوما. خوش اومدین الیف خانوم، انتظار داشتیم عصر ببینیمتون. جمیله یه زحمت دارم واسه، میشه بچه رو بخوابونی؟ عزیزم سودا خانم کجاست؟ نیومد؟ نیومد. چه خوبه والا. نکنه شما فکر کردین اینجا هتل 5 ستاره است؟ آره؟ والا چی بگم، سودا خانومی روزا کارای مهمتری داره. اگه جای تو بودم اینقدر فضولی نمی کردم که کجاست و چی کار میکنه. بگو ببینم چه کارایی؟ خانم من داشتم همینطوری جواب پینا رو میدادم. همین. اون خانم کجاست؟ آخه شما حقوقشو دادین، اونم چند تا چیز لازم داشت واسه خرید اونا، رفت بازار. منم گفتم بچه سردش نشه آوردمش خونه. باشه برین سراغ کارتون. منزل پالایی بفرمایید. آیشه منم باده. باده خانم. گوشیو میدی به مادرم؟ خوابیده. صبونه من چی شد دختر؟ آیشه واسه چی دروغ میگی؟ زود گوشیو بده بهش. نمیتونم باده خانم، جلال خان دستور اکید دادن، نمیتونم اجازه بدم بیاین خونه، نمیتونم گوشیو بدم. این یعنی چی ها؟ شما کی هستین که بخواین بین من و مامانم قرار بگیرین؟ معذرت میخوام باده خانم، مأمورم و معذور، باید قطع کنم. باده خانم چتون شده؟ دردتون شروع شده؟ نه حتما به خاطر حاملگی اعصابم به هم ریخته. براتون یه هات چاکلت درست کنم؟ واسه‌تون خوبه.
باشه. سلام. سلام. یه چند تا لباس آوردم واسه اتو کردن. در خدمتم. شما میتونی این کارو سریع انجامش بدین دیگه، درسته؟ حتما 1-2 ساعته انجامش میدم. باشه، فقط امروز انجام بشه. خیلی وقته که خاله سلطانو ندیدم. حتما دلش واسه یوسف زیا تنگ شده. به خاطر این مشکلاتم که نمیتونه بیاد. حق داری. میخوای یه روز یوسف زیا رو برداریم بریم خونه ما؟ خاله سلطانم حسرت به دل نمیمونه. اینا چقدر قشنگن. میخوای نگاه کنی؟ باشه. بفرمایید، خوش اومدین. خیلی ممنون. خسته نباشید. خیلی ممنون. اینا چقدر قشنگن. بله، بفرمایید. اینا پرنده های عاشقن. پرنده ماده سرش روی سینه پرنده نر میذاره. خدا شما را از هم جدا نکنه. اینم یه یادگاری از طرف ما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. من باید برم خونه. خسته نباشی عزیزم. خیلی ممنون. صبح گفتی میرم و زود میام، اما حالا عصره. والا همینطوری یه سر رفتم بازار ذهنم باز شه. ببین واسه چی خریدم. کدو تنبل برای دسر بعد از شام. دستت درد نکنه. اینه که بخوریم کاممونم شیرین میشه. خدا کنه. گوش کن ببین بهت چی میگم. من غذا رو حاضر میکنم، تو هم دسرا رو حاضر کن. بریم با بچه ها با هم غذا بخوریم ها. من مشکلی ندارم. به منور یه زنگی بزن اگه فرصت داشتن میریم. داداش چطوری عزیزم؟ خوبم. کی اومدی؟ اگه میدونستم این همه تو بازار معطل نمی‌کردم. نه منم تازه اومدم. قبل که برم خونه گفتم بیام تو رو ببینم. خوب کاری کردی. بیا بریم خونه. گرسنه‌ای؟ آش درست کردم، اونم آش هدست. خیلی گرسنم. باز یادم رفت. باید از خونه میرفتم بیرون زغال میذاشتم توش. باشه تو آشو گرم کن، من روشنش میکنم. بفرمایید. چه بوی خوبی میده. نوشه جان. ممنونم. مامان و بابام چطورن؟ خوبن، خدا رو شکر خوبن. یعنی از نبودن تو خونه ناراحتن،
ولی خوبن. مامان جون، خیلی دلم برات تنگ شده. بابام نمیذاره بیام ببینمت. تو رو خدا با من تماس بگیر، دخترت باده. نمیخوای این پرنده های عاشق رو ببری؟ مگه میشه؟ میبینمت. خوش اومدی. خیر باشه. باز دوباره از کجا میای؟ از دکتر میام. گلوم یکم درد میکرد. گفتم بچه ازم نگیره. گوشی من پیشم نبود، نتونستم بهتون زنگ بزنم. خوب کاری کردی. آفرین. حواسم بهت بود. حتی به صورت علی عمر نگام نکردی. اگه همینطوری ادامه بدی با هم خوب کنار میایم. خیلی خوب، برو تو اتاقت. برو. رفتی دکتر. منم احمقم آره؟ شما به خیالتون منو دارین گول میزنین آره؟ اسم من حمیته. حمیت. من خودم این کارم. حالا میبینی نقشه ها تو چجوری نقشه براب میکنم. پسرم. بله عمه. عزیزم حتما باید ببینمت. ضروریه، میای؟ خوش اومدی عزیزم. خیلی ممنون. چیه؟ چرا اینطوری؟ دم در حمیت رو دیدم. سوال جوابم کرد. ولی از پسش بر اومدم. یعنی عصبانی نشد؟ نه. آفرین، همینطوری ادامه بده. ولی اگه بدون چی کارا کردم حتما میکشتم. زنده زنده پوستم رو میکنه. ای بابا ولش کن. اینا چی هن؟ پرنده های عاشق. بذار ببینم. به همون هدیه دادن. آی فهمیدم. الان فهمیدم. ایلماز اینا برام گفته بود. یلماز؟ یلماز واسه چی باید از پرنده های عاشق برات بگه؟ خب چه میدونم؟ به تو هم نباید چیزی گفت. پسرم. چقدر دلم برات تنگ شده عزیزم. خاله الیف بهت شیر داد ها؟ بهت شیر بدم عزیز دلم؟
قربونت برم. بله عمه جون، این حرف ضروری چیه؟ بیا پم بیا، برو بشین اینجا. ببین عزیز دلم، حرفایی که میخوام بهت بگم حرفای چندان مهمی نیست، اما آروم بشین و به حرفام گوش کن. ببین پسرم، فکرم بدجوری به هم ریخته از دیروز. یعنی با خودم میگم وقتی پسرم سفدا رو اینقدر دوست داره، دلش میخواد باهاش ازدواج کنه، این دختر چرا اینقدر فرار میکنه؟ میدونی چی فهمیدم؟ نگو داره از شوهرش حمایت میکنه. ببین عمه، من فقط به خاطر اینکه ناراحت نشی، ازم دلخور نشی صبر میکنم، ولی تو دست از سرم بر نمیداری. نمیدونم واسه چی با سفدا درگیری، ولی این دختر از کسی حمایت نمیکنه عمه جون. واسه چی از کوره در میری؟ چرا از کوره در میری آخه؟ من به خاطر صلاح تو میگم، به خاطر چیز دیگه که نمیگم. اگه غیر از اینه واسه چی رفت؟ واسه چی رفت اداره پلیس شکایتشو پس گرفت؟ به بگو ببینم چرا؟ تو چی داری میگم؟ چی میخواستی بگم؟ من چی میخوام به تو بگم؟ زبونم مو در آورد، باز دوباره همون حرفا رو از اول میگم. دارم میگم این دختر لایق تو نیست، دارم بهت میگم این دختر آخر دروغگوییه. آره ها، یه احتمال دیگه هم هست. این دختره واسه همتون داره دون میپاشه. بی حیا. واقعا اعجوبه ایه. از دست تو داداش. بله مامان جون. چطوری دخترم؟ خوبم مرسی، میخوام شام درست کنم. زحمت نکش، غذا و دسر ما درست کردیم، شب برمیداریم میاییم خونه شما. آه چه خوب، بیاین منتظرتونیم. این مسخره بازی ها چیه دیگه؟ منصرف شدن یعنی چی؟ واسه چی باید بره شکایتشو پس بگیره؟ من از کجا بدونم؟ مگه من پیشگوام؟ دختره رو صدا میکنی، از خودش میپرسی، با گوشای خودت میشنوی. صداش کن. صداش میکنم. سفدا الان میاد، اون وقت خودت میپرسی. بفرمایید. سفدا، من و علی عمر نشسته بودیم با هم حرف میزدیم، نگران شدیم، گفتیم چطوری شده سفدا رفته شکایتی که از شوهرش کرده بود و پس گرفته. من اینطور شنیدم. اگه غیر از اینه بهش بگو دیگه. حقیقت داره سفدا؟ شکایت تو پس گرفتی؟ جوابشو بده دیگه. آره همینطوره. بفرمایید. چرا؟ گفتم چرا سفدا؟ واسه چی جوابشو نمیدی؟ آدم باید 2 بار سوال بپرسه. جوابشو بده دیگه. نه، من یه چیزی بهت بگم، این دلش نیومده.
از پدر مادرش دل کنده، راه افتاده دنبال اون آدم، 1000 تا بلا سرش اومده، رفته شکایت کرده، بعد پشیمون شده. ضمناً بذار اینم بهت بگم، اگه سفدا دوباره برنگرده سر خون زندگیش پیش شوهرش، من حمیت نیستم. من از سفدا سوال پرسیدم عمه. جواب بده. من به خاطر پسرم منصرف شدم. آفرین، اینطوری بازی میکنن دختر جون، نه مثل تو. دیگه علی عمر حتی به صورتت هم نگاه نمیکنه. نقشه ها نقش براب شد، کور خوندی. حالا هم خیال تو راحت شد هم من. برو اتاقت دیگه، مثل برج زهرمار و نشسته اینجا.